سلام و عرض ادب و احترام. میگن که گرفتن به قول معروف پول بابت کارنامه یا ثبت نام توسط مدارس ممنوعه و یه کار اشتباهه و تخلفه. اینو من نمیگم. گوش کنین این ویدیو رو تا راجع به این ویدیو صحبت کنیم. دریافت وجه هنگام ثبت نام در واقع طبق سیاست رسمی وزارت آموزش و پرورش ممنوع هست. هر کدوم از اولیای محترم که در حضور در مدارس با این موضوع مواجه شدن که به اجبار در واقع کادر مدرسه خواستن وجهی دریافت کنن، حتما اطلاع رسانی بکنن و این قول به همشهریان عزیز میدیم که در اولین زمان ممکن هم بررسی میکنیم و اگر در واقع تخلفی صورت گرفته باشه طبق قوانین و مقررات موجود حتما برخورد صورت میگیره. ایشون میفرمایند که گرفتن پول و به قول معروف هزینه بابت گرفتن